او یوبقهن بما کسبوا، یا هلاک کنه یعنی اهل کشتی ها را از بین ببره، بما کسبوا به سبب او جنایاتی که وا کردن. و یعفو عن کثیر، عفو میکنه میگذره الله تبارک و تعالی عن کثیر، از بسیاری گناه های مردم. یعنی اگر الله میخواست دیگه خب موقع بود امی کشتی را با اهلش مکمل غرق میکرد، یکی به یک، هیچ چیزی هم دیده نمیشد دیگه. کی بود که را بکشه؟ کی بود که نجات بده؟ لیکن الله تبارک و تعالی تو نمیکنه، به بنده های خود اختیار داده، یا خب سیر و سفر میکنه، خب تا تاخت و تاز در زندگی خود میکنه. لیکن الله تبارک و تعالی هر دفعه یارا مورد خطاب قرار داره که ببینه برای چی آمده. راستی تا نبگه، تنها برای ازی که هر چیز به خود بساز، براحت استعمال بکو، از او استفاده بکو، ولی خودت مسئولیت نداشته باشی. همینطور تو پیدا شده ای بسیار مشکل است. و یعلم الذین یجادلون فی آیاتنا، و یعلم، ظاهر بکنه الله تبارک و تعالی، ظاهر بکنه، غرق میکنه این مردم ها را. چرا؟ به خاطری که ظاهر کنه الذین، کسانی را یجادلون فی آیاتنا که خصومت میکنن، ستیزه جویی میکنن در مورد دلایل قدرت ما، دلایل توحید ما. وای که در مورد توحید الله سخن میرانه و ظاهر شاه برای مردم که چطور است، آیا قوت و قدرت دیگری هست کی را نجات بده؟ اگر کشتی را با اهلش غرق بکنه، کدام کس است کی را نجات بده؟ امی مملکت های بر قدرت ما کشتی های خیلی بزرگشان زیر آب شده. روسیه چقدر کشتی بزرگش زیر آب شد؟ توانست؟ زمانی که الله تبارک و تعالی غرق میکرد، به خاطر ازی بود که همین مردمایی که در توحید الله ستیزه داره، نمیپذیره الله را، بر از یا معلوم شود که بله اختیارات پیش ما نیست. یعنی امی وسایل تکنیکی ما یک روز از کار میفته و ما نمیتونیم از او دفاع بکنیم. سیارات بزرگشان در آسمان فلج میشه، کشتی هایشان در دریا غرق میشن، نمیتونن. اختیار در پیش ذات دیگری است. ما لهم من محیص، نمی باشه برای از یا جای خلاصی. فما آتیتم من شیء، پس آن چیزی که برای شما داده شده، من شیء، از هر چیزی که است، هر چیزی که خرد است، کلان است، کلش، فمتاع الحیات الدنیا، این متاع یعنی اسباب و وسایل زندگی دنیاست. شما از او استفاده میکنی او سرش ناز نکنه، فخر نکنه، این اصلی مقصد زندگی خود قرار نده. این برای نفع گرفتن است. خود نفع غلط نگیری که نعوذ بالله دیوانه شوه، بیخی بیهوش شوه که این هر چیز برام مهیاست، بس دیگه ما قدرتمند هستم. امروز همین دنیای مستکبرین همین طور است و وقتی وسایل خود خیلی زیاد ببینه، نیروی خود قوی ببینه، فوجی تربیت یافته داره، وسایل جدید قطع در دسترسشان است، تکنولوژی قوی داره، در این صورت باز چیست؟ در این صورت باز یا فکر میکنه که ما هستیم، همه چیز از ماست، قدرت از ماست. الله تبارک و تعالی میگه نه، بیهوش نشوی، از خود بی خود نشوی، نعوذ بالله. این متاع دنیاست. و ما عند الله، آن چیزی که به نزد الله تبارک و تعالی است، خیرون، خیلی بهتر است، به اعتبار کیفیت، کمیت، و ابقا، بازمانده است، یعنی باقی مانده است، للذین، برای کسانی که آمنو، ایمان آوردن، و علی ربهم یتوکلون، خاص بالای پروردگار خود توکل میکنه. آن چیزی که به نزد الله است، ای انسان دینمی فریفته نشوی که همین دنیاست. نه، یک جهان دیگه است که او جهان خیلی دائمی است، نعمتش کیفیت داره، بقا داره، فنا نمی اثرش. تو در زندگی دو روزی قدر مغرور شده، فکر میکنی همین دنیاست. نه، از این دنیا انتقال است و میری به یک سرحد دیگه. خب او سرحد اینطور نیست مثل دنیا واره که به هر کس داده شود، اگر کافر است، اگر مسلمان است، اگر فاسق است، اگر تقوادار است. نه 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 نه، او مخصوص است برای کی؟ للذین آمنو، برای کسانی که ایمان داره، عقیده داره، میدانه که متصرف کائنات الله است، مشکل کشا و حاجت روا الله است، خالق کائنات الله است، مستحق عبادت و تعظیم الله است. خو علی ربهم یتوکلون، اسباب دنیا را استعمال میکنه، تو نیست که استعمال نکنه، لیکن بالای پروردگار خود اعتماد داره. میگه اسباب موثر نیست، تاثیرات از اسباب نیست، در اسباب تاثیر الله انداخته. فرق شد بین مؤمن و کافر. کافران میگه و آنچه منافع یا فواید را میبینه در اسباب، میگه بله اینمی خودی اسباب امی فایده ها را به دست ما میده. لیکن ما میگیم نه، حرارت آفتاب و گرمی آفتاب و روشنی آفتاب، اثر آفتاب ذاتی نیست، الله دی انداخته. روز میرسه که نمی آفتاب مکمل سیاه میشه و ایزا شمس و کویرد، در آن وقتی که امی آفتاب مکمل سیاه کرده شود.
این از نوری ذاتی خودشان نیست، الله درش انداخته. اتکا بالای اسباب نمیکنه، از همون خاطر سری دنیا دل نمیبنده، بلکه اموری خود به الله میسپاره. والذین یجتنبون کبائر الاسم، همین مؤمنا کسانی هستند که خدا نگاه میکنه کبائر الاسم، از گناههای کبیره. والفواحش، بالخصوص از فواحش، گناهایی که عقل و نقل اردوی شور بد میگه، زنا، لواطت، شراب، قمار، نعوذ بالله، خیانت، فریب دادن، تحقیر کردن کسی، کلش در جمله فواحش میاد. فاحشه اگرچه در عرف کار گناه بی حیا را میگه، لیکن در لغت عربی فواحش هر چیزی که از حد خود اضافه شود بگذره او را فواحش میگه. از او خاطر گناه عقل و فطرت اردویش و نقل با نقل او را بد میگه، او گناه را به نام فواحش یاد میکنه. فواحش امروز خیلی زیاد است، مردم یعنی از حد گذشته، نعوذ بالله، عیاشی، قمار، سود، اون اعلان میشه، خود اعلان میکنه. یک وقت مردم میگه الا سودخور است، کس در جنازه شریک نمیشد، امروز کلگی سود میخوره، فخر سرش میکنه. یک وقت اوه زن فلانی رویش لط شده، امروز مردم فخر میکنه، دختری خود روان میکنه، در هر میدان و در مبارزات روان میکنه، در مملکت های دیگر روان میکنه، هیچ گپی نیسته. اینی را میگه فواحش که از حد اضافه شده. قمار از حد هیچ عیب نیست، شراب خوردن در سری نعوذ بالله در میمانی این یک افتخار برای مردم گشته، این نیست که را فواحش میگه. و اذا ما غضبوا هم یغفرون، مؤمنای واقعی که همین آخرت برایشان خاص است، الله برشان میده. و مردمایی هستند که از گناههای کبیره، از خصوصا از گناههای فاحشه، یعنی که عقل و نقل و ربط میگه، از او خدا نگاه میکنه. و اذا ما غضبوا، در آن وقتی که یا غضب میکنن، هم یغفرون، یا بخشش میکنه، تر میشه از پیشش، انتقام نمیگیره. و اذا ما غضبوا، اینجا الله تبارک و تعالی میگه که غضب میکنه یا انتقام نمیگیره. پشتی سر ولمن انتصر بعد ظلمی فاولئک ما علیه من سبیل، الله میگه کسی که طلب کمک میکنه برای مظلومیت خود، سری از هیچ نوع ایراد و ملامتی نیست. و اینجا میگه که بخشش میکنه، جواب این نمیسته که پشتی سرم الذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون است. در اونجا برای ما میاد یکی در مسئله دعوت است، زمانی که دعوت میدی کسی او تو را در غضب میسازه، او قدر گپای خشونت آمیز میگه که پرسان نکن، انتقام نمیگیری. هم یغفرون، اونجا بیان میکنیم والذین استجابوا لربهم، این می مؤمنا که نعمتهای آخرت که باقی و ماندگار است برایشان است. 8 صفت داره، این صفتایش است. والذین استجابوا، کسانی است استجابوا لربهم که اجابت کردن، قبول کردن احکام الله را، لربهم یعنی احکام برای پروردگار خود. و اقام الصلاة، قائم کردن نماز، تمام احکام الله را پذیرفتن، ابو قسم که الله مطالبه کرده بود. الله که از ما احکام خدا مطالبه میکنه، به نقشه پیغمبر مطالبه میکنه. ما عبادات الله را انجام میدیم، خب لیکن به اون طرز و طریقی که الله از ما مطالبه کرده. الله از ما مطالبه به چی کرده؟ به طریقه پیغمبر کرده. هر معامله و حکم الله را پیغمبر تشریح میکنه، کیفیتش برای ما بیان کرده، به مو سیستم ما باید انجام بدیم. و همین منظوری لا اله الا الله محمد رسول الله است. و اقام الصلاة، قائم میکنه نماز. یکی از علامات بزرگ اجابت احکام الله چیست؟ انجام دادن نماز است. نماز در سر فرست قرار داره. ایمان یک کسی، اخلاص یک کسی از نماز معلوم میشه که نماز میخونه یا نه، او چه رقم نماز میخونه، پابند است، محکم است یا نه، نمازش خشوع و خضوع داره یا نه، موافق تمام سنت های پیغمبر علیه السلام هست یا نه. اونجا باز دلیل میشه که بلی آدم عقیده صحیح داره. اگر نماز ما بیگاری نماز بود، در وقت وادش نبود، به جماعت نبود، یکی را میخواندیم دیگر را ترک میکردیم، رعایت سنت ها را نمی کردیم، یا خشوع در نماز ما نبود، باز دیگه دلیل شدن نمیتونه که ما واقعا استجابت کردیم، قبول کردیم حکم الله تبارک و تعالی را. از او خاطر قرآن کریم یک نمونه را برای اجابت احکام الله نماز مقرر کرده. و امرهم شورا بینهم، در عبادت خود، رابطه خود با الله تبارک و تعالی از نماز کار میگیره، یعنی رابطه خود با الله قطع نمیکنه، در وقت و در با الله مناجات میکنه. و امرهم در مسائل دنیای خود، در مسائل پیشرفت زندگی خود، اگر مربوط خانواده است، اگر مربوط عام است، اقت مردم است، امرشان، کارای مهمشان شورا بینهم، مشوره کردن است در بینشان، با مشوره پیش میبرن کارایشانه.
و مما رزقناهم ينفقون، از بعضی آن چیزی که ما برش بخشش کردیم، اگر علم است، اگر مال است، اگر قوت و نفوذ اجتماعی است، ينفقون خرج میکنه، در موقعش خرج میکنه که ضرورت برش پیدا میشه، صرفه و دریغ نمیکنه. خب یک صفت اینجا امری از یا شورا است. شورا چی اهمیت داره؟ قرآن کریم موضوعات انتظامی یا امور مهم ما را منوط یا موقوف به شورا ساخته. چرا؟ به خاطری که جمع شدن افکار چند افراد این بسیار کمک میکنه برای پیشرفت یک امر. تجربه ها شریک میشه، استعدادها شریک میشه. یک نفر نمیتونه مسیری کامیابی و پیشرفت خودت تعیین کرده بتانه. در یک امر از تو که در کسی دیگری خیلی مهارت داره، تجربه کرده، سابق سرش ای گپ تیر شده. از او خاطر است که در امور انتظامی شورا میکنن در بینشان. شورا برای چی است؟ برای تنفیذ احکام الله، که احکام الله که کدام نظام مقرر کرده چه قسم بچلانه میره، با کدام سیستم پیش ببریم. شورا در بین مسلمانان مجلس سنا یا مجلس لوی جرگه به این خاطر است که هر روز بشینن بگوین قانونی قطع دست برای سارق چه قسم عملی کنیم، در کجا ما نفر داشته باشیم، پوسته داشته باشیم، دزد چه قسم گرفتار کنیم، چه قسم معلوم کنیم. اینی را میگه شورا. از او خاطر است یکی شورای اسلامی است، یکی شورای غربی است، یکی شورای اسلامی است، یکی شورای دموکراسی است. شورای اسلامی برای مشورت برای ازی میشه که احکام الله را چه رقم نافذ کنیم، چه قسم پیش ببریم. شورای غربی و دموکراسی برای ساختن احکام است و احکام نداره، خود احکام وضع میکنه، خود احکام جور میکنه و بعد از او سر مردم تطبیق میکنه. نظریات چند تن است، مجموعه است چند تن، او را در اونجا رأی مخالف و موافق هم میباشه. خود تن اکثریت از میشه در 100 نفر کسایی که رأی دهندگان است، تنها 51 نفر یک طرف میشه، 49 نفر رأی مخالف داره او دیگه طرف میشه. 49 نفر باید رأی از او را تحمیلا بپذیره، با زور بپذیره، دلش نمیخواست. اما در اسلام طور گپ نیست. احکام وضع شده از جانب الله تبارک و تعالی، قوانین مقرر شده، ما تو نافذ میکنیم، ما تو اجرا میکنیم. اینجاست فرق بین نظام اسلام و نظام دموکراسی. این دموکراسی لعنتی که امروز تلاش داره دولت‌ها اما قوانین خود در ممالک اسلامی پیاده بسازه، این میره میگه که شرک در تحکیم، اینا شرک در تحکیم میگه. حکم کردن از جانب الله هست، شریعت مقرر کرده، تو حکم نمیتونی، تو برای کسی احکام وضع کرده نمیتونی که سری تو اینی کار شوه، سری از او اینی کار شوه. این احکام تو وضع نمیتونی. چرا؟ مصلحت ها به اثر تو پوشیده است. تمامی مسائل تو نمیتونی که گوشت گوسفند بگوی حرام است. الله که گفته گوشت خنزیر حرام است، مصلحت است دیش. حتما اگر چی تو فعلا نفهمی. چرا؟ علم تو قلیل است، تو در تمام جوانب قضیه بررسی کردن نمیتونی. از آینده علمی گپا، از سرنوشت و نتیجه گپا تو خبر نداری، الله خبر داره. از همون خاطر است قوانین ساخته شده یا احکامی که این مردم جور میکنه سال به سال در مملکت ها چی میکنه؟ تغییر میکنه. چرا تغییر میکنه؟ به خاطری که حکمشان غلط میبره، نتیجه غلط میده، سال به سال تغییرات میده. فرق است بین نظام اسلام و نظام دموکراسی. ولی با تاسف یک تعداد خود صاحب نظر هم معرفی میکنه، دانشمند، به الله قسم دانشمند نیست، یا چاپلوسای غرب است که دموکراسی را اینقدر رونق میده و میگه که لکه‌دار نشوه. لعنت سری دموکراسی خود از قید و بند احکام الله آزاد کردن است، بر رأی و خواهش خود حکم مقرر کردن. پارلمان انگلستان چین تصویب نکردن، لواطت نعوذ بالله جایز ندانستن. امروز در دنیای غرب هر نوع فحاشی جایز نیست، اما نتیجهشان دیده که چی به کدام سر حد رسیده. 4 دانه نفر امام که از کتاب الله و سنت رسول الله خبر نداره، 4 روز زندگی را در ممالک کفری انجام داده، پس آمده زبانای خود کاچی کرده رویسته داد از دموکراسی میزنه. این لعنت است. هر کسی که اینمی قسم دموکراسی را میخوره شرک در حکومت الله میکنه، در تحکیم الله میکنه. این شرک است یا مشرک است کسایی که این را ترجیح میده این طور احکام الله مقرر کرده، تو فقط نافذ میکنی. شیوه تنفیذ احکام چی رقم است؟ با این الله تبارک و تعالی برای تو این امر محول کرده. تو میبینی در فلان منطقه اینی عمل خیلی مؤثر است، در فلان منطقه اینی عمل، با فلان مردم از زور کار گرفته شده، فلان مردم معزی تبلیغی مولا را بشنوه جور هستند. این به روحیه تعلق داره.
این برای شما سپرده شده، به خاطری که ذهن انسانی هم در یک کمی کار بکنه. اینی را میگه شورا. و از همون خاطر است که در اسلام همه مسائل انتظامی توسط شورا پیش میره، چه قسم انجام بدیم این کار، چه قسم نکنیم. لیکن اصل حکم از الله تبارک و تعالی است. و مما رزقناهم ينفقون، از بعضی آن چیزی که ما روزی دادیم، یعنی یا تعلق خود با الله قایم کرده، با مخلوق الله تعلق خود بسته کرده. و کدام است؟ سر مخلوق الله رحم میکنه، عالم علم داره با مردم پخش میکنه، نفوذ اجتماعی داره، زور داره، انتقام مظلوم از ظالم گرفته میتونه، از نفوذ اجتماعی خود چی استفاده میکنه، یک دم میخیزه. روزمره این ظلم ها، این نعوذ بالله بیدادگری ها علیه دین اسلام میشه، توهین و تحقیر میشه. بازم با چیغ زدن نمیشه که ما بگه مرگ به امریکا، مرگ به امریکا. جناب پارلمان ترک کو. تا دین روز اعتصابا به خاطر معاش خود میکرده، تا دین روز نان نمیخورده به خاطر که چرا کامیاب نمیشیم، ما را چرا حذف کرده. امروز کتاب آسمانی تو در داده میشه به توهین، تو قرار نشستی محض با آواز بلند کردن نمیشه. روزی قیامت الله از پیشتون سوال بکنه. این بدبخت ها یک مرتبه نیست، دو مرتبه نیست، هر روز بمبارد میکنه قریه را. اشتباه شده. توهین مقدسات اسلامی را بکو، باز ادناترین چی رم اعتنارم به این گپ نکو، تنها به این خلاصه کو اشتباه شده. آسان گپ است. اشتباه چرا میشه؟ اشتباهات چرا تکرار میشه؟ داد میزنیم اسلام است. الله بر از پیشتان سوال میکنه، ای پارلمانا، ای وزیرا، ای رئیس، ای کلگی مردم افغانستان چی میکنن؟ اما غصه خود با چی سرد میکنن؟ تظاهرات میکنن. تظاهرات چی فایده دارد براتون؟ دکان خود از سوختانده، چورو چپاول کرده، موتر بند کرده، مریض در راه هلاک شد، زدی خود کشته. در یک ولسوالی 6 نفر، در ولسوالی غوربندی ما 6 نفر کشته شده. دیگر خود بگذار. چرا؟ تظاهرات کی کشیده؟ اسلام جهاد کشیده. اعلان کو ما دنیای غرب نمیخوایم، ما دنیای بیگانه را دیگه در وطن خود نمیخوایم. با هم جمع میشیم، نزدیک میشیم. چی ما نابخش است؟ چرا جنگا وجود داره؟ بیا کتاب الله حاکم نیست؟ هر جماعتی که در هر سرزمین قرار داره، اگر در سر نقطه کو است، اگر در شهر است، بیا به کتاب الله رجوع کن. الله قانونی خود جور کرده، تو تابع قانونی الله استی. دعوا نکن من پاچا باشم، دعوا نکن من فلان باشم. قرآن پیش کو. هر کس که لیاقت داره واقعا از سرپرستی، همون سرپرست میشه. باز دادم از اسلام میزنیم او میگیم که ما از اسلام مفت گپ نیست که تو بگی اسلام تنها به نماز به الله قسم اسلام نیست، تنها به ریش اسلام نیست، تنها به زیارت کعبه اسلام نیست. اسلام در کل شعبات زندگیت قانونی الله را حاکم کردن، این را اسلام میگه. در کجاش حاکم است؟ خوش به این میشه که ما او را به خاطر از اینکه در دل دیگه گشته که تو باش ما ولی وزیر هستم آواز خود بلند کنم مرگ به امریکا بگیم که مردم از پیشم خوش شوه، رئیس جمهور هم همونطور گریان کنه که مردم از پیشم خوش شوه، که غم اسلام داره. غم اسلام همینطور خورده میشه. مقدسترین کتاب ما که ما کل سر جان مال ما فدا همین کتاب ماست، ولی توهین میشه. چرا میشه؟ خلاصه به تظاهرات میکنه، تظاهرات کرده بره، قانونی غرب بپذیره، قانونی دموکراسی را بپذیره، به تظاهرات میشه. پیغمبر علیه السلام صحابه اگر ظلم سرشان میشد، بیدادی میشد، تظاهرات میکرد و شب در تهجد قنوت نازله میخواند و روز مبارزه جست فیزیکی و عملی خود ادامه میداد. دستورات پیغمبر برای ما موجود است. امروز میپذیریم، ملاها هم بیبرایه، مردم تشویق میکنیم الا تظاهرات بکنیم. تظاهرات فایده به چی داره؟ تو دستی کدام مرکز امریکایی رفته میتونی؟ ها؟ برش اما مرگ و درد گفتن چی معنا داره؟ در اسلام مرگ و درد منع کرده. ولا تسبوا الذين چیسته يدعون من دون الله فيسبوا الله بغیر علم. شما دشنام ندی به او معبودایی که غیر از الله و پرستش میکنه، باز و به الله دو دشنام. دو چیسته؟ دشنام چیست؟ مؤمن دو دشنام ایجاد نداره. مؤمن از سری رای خود مانع را دور کرده است. قرآن بری ما هدایت داره. امروز گپ این نمیجاست. و مما رزقناهم ينفقون در داخل است. هر کس که نفوذ اجتماعی داره میتونه یک کار خراب بکنه،
یک کاری کافر خراب بکنه، بعد از همون کار بگیره، از همون نفوذی خود کار بگیره. هدایتشان را میپذیریم، کلی گپا خلاصه میشه، هیئت اعزام میشه، گاهی در کنر، گاهی در جلال آباد، گاهی در خوست، گاهی در میدان شهر، گاهی در فلان جا هیئت روان شده. هیئت ثابت چی میکنه؟ هیئت چی ثابت کرده؟ این هیئت ها همین مردم. یا در روز قیامت به الله چی جواب میگه که اونجا رفت خانه را و ایران ندید، طفلا را شهید دید. همین مردم غریبی که روز خوش زندگی تالی را نداره، از دست همین مردم است. یک کمی خوشحال شیم، بیا به کتاب الله دور بخوریم. چی ضرورت داریم به اینکه امریکا اینجا باشه یا انگلستان اینجا باشه یا روسیه اینجا باشه یا هندوستان اینجا باشه؟ بیا به کتاب الله و سنت رسول الله تسلیم شویم. نمیکنن، نفشان دیگه گپاسته. یکی دیگه خود سرکوب کرده رایستیم، خلاص اینی گپاست. نفاق 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 که حد نداره، اندازه نداره. روز به روز نفاق ما اضافه شده رایست. تبلیغات است، تأسف در اینجاست. بعضی اوقات شما باور به الله بکنی مردم خود کافر میسازه در گفتگو. او بد است، او خوب است، او بد است، او خوب است. نه، کافر از ما کده بسیار خوب است. نعوذ بالله. بدبخت کافر چرا خوب میگی؟ کافر است، تو خود مؤمن هستی. فرق نمیتونه که عمل بکنیم یا ذاتی کافر است. ذاتی کافر میگه خوب است، نمیگه قانونش. او در قانون تابع است، دمو مملکت خود که وضع کرده موتو نیستیم. او را نمیگه. ذاتی کافر میگه خوب است. این حالتی ماست. و امرهم شورا بینهم، امرشان شوراست در بینشان. در شورا کدام مردم؟ شورا قطعی کی میشه؟ شما علی بگوی. هر عقل سلیم امیر میگه در شورا کسی میایه که او صاحب بصیرت باشه، صاحب خبره باشه، معلومات داشته باشه، در تمام ابعاد معلومات. شورا میشه، فلان سرک در کار انداخته میشه، چه قسم کنیم؟ پولی کمپانی جور میشه، چه رقم جور کنیم؟ 10 موتر سرش تیر نمیشه در 1 ساعت. امو تکلیف، امو مشقت تالی را وجود داره. سرکی باقی بالا جور میشه، شورا کنی چی کنیم در اینجا؟ این قدر مصارف میشه، بعد هدر نروه، زیرش ما باید مارکت جور کنیم. نه، این گپا نیست. سرکای تانه ببینی. در دیگه مملکت ها مردمش دستکش در دستش است، سنگ میده کده رایسته، جغل سنگ کده رایسته در سرک. ممالکی که در اونجا گرمی زیاد است، گیر نمیکنه. در افغانستان خود گیر میکنه، مملکتی سرد است. پختکاری در اینجا این قدر آسان است که هیچ پرسان نکو. کجاست؟ سال روز به روز 1 ماه سری سرکی ما تیر نمیشه که چقوری ها جور شده. این مردم جواب میده به الله تبارک و تعالی. این سر ما مصرف میشه. چرا مصرف میشه؟ و امرهم شورا بینهم. آدمی ماهر، انجینری ماهر بیار که اینی وضعیت سرک با کدام سیستم، چند تن موتر سری ازی تیر میشه، باید سرک چقدر مقاومت داشته باشه. این گپا نیست. به می خائنا بدید به شرکت ها که اکثریتش خائن است، دین نداره، عقیده نداره، دزدی کده آخری چیزی را مندازن در سرکا، وطنی خود جور کرده نمیتونه از یا توقع دین و ایمان یا چی میکنن. ما ایران ماندیم، همین تو شرکت والا گرفتی همین سرکا دایک بسیار میلیاردر شدی، چی میکنی؟ یک روز نفست میبره به الله جواب میگی.